با بدبوترین حیوان جهان آشنا بشین. اگه فکر میکنید که این حیوان راسوی بوگندی خودمونه که بوی دنبه گندیده و فاضلاب و سیراب شیردون و طویله رو همزمان با هم میده، باز هم میگم سخت در اشتباهی. عنوان بدبوترین حیوان جهان به هوادزین یا گندمرغ تعلق میگیره که واقعا از بوش میتونید به عنوان عطر کشنده استفاده کنید. پرنده عجیبی که در جنگل‌های بارونی آمازون زندگی میکنه و بوی شبیه مدفوع پوسیده داره. راز اصلی بوی بدش به خاطر معدشه. در واقع عملکرد گوارشیش با گاو برابری میکنه که همینم باعث آزاد شدن کلی گاز بودار میشه. برخلاف راسو که عمدن بو تولید میکنه تا دشمن‌ها و بدخواهاشو دور کنه، گندمرغ بیچاره ناخواسته بوی تعفن میده. اما مثل اینکه این بوی حال به هم زن به نفع این پرنده تموم شده، چون خیلی از شکارچیان به خاطر بوی وحشتناکش اصلاً تمایلی به خوردنش ندارن. حالا شما بگید حاضرید برای 100 میلیون فقط یک روز کنار این پرنده زندگی کنید؟ حقایق عجیب